اسم شما؟ حمید. حمید آقا. حالت خوبه؟ چند وقتی کار میکنی؟ توی بازاره؟ ما 12 سال. با داداشی؟ خب از کاربار راضی؟ خدا رو به کار دیگه مشغول نیستی؟ نه. فقط همین نه. کار. خدا رو شکر. اسم شما چی داشت؟ اسم احسان. حال شما خوبه؟ سلامت شما خوبی؟ قربون شما سلامت باشید. بعد بفرمایید چند وقتی توی کار هستی اینا هستن؟ از بچگی این کاریم 15 سال میشه. مغازه مال خودتونه؟ مغازه نه تجارت. اینجا کجای؟ آدرس میشه به ما بگی؟ اینجا خیابون امام خمینی بین تقاطع اسکندری و نبا. خیلی عالی. انشالله که فیلمتون تو کانال یوتیوبی پخش میکنید. سلامت خیلی ممنون. سلامت باشید. خداحافظ. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ میشه خودتون معرفی کنی؟ من کوچیک شما رو والله هستم. یکم آقا رو والله جلوتر نور بیاد به صورت. اینجا کجاست؟ قهوه خانه کجا واقع شده؟ خادم. جان؟ خادم. کدوم منطقه تهرانه؟ نمگاه پایین تر از چیز نمش خوره ما کنه. چند سال این قهوه خانه دایره؟ تقریبا 2-3 سالی هست. 2-3 ساله. خدا رو شکر. قهوه خانه تون قدیمی بوده میشه؟ نه جدیده. ولی خود تو قدیمی. البته جوونی. من والا پیر شدم همه چیز. قهوه خانه بسیار مجهز و سنتی با تمام امکاناتی که قهوه خانه هست. بله. سلام علیکم.
داغه، لبو داغ تنوریه، لبو ملهم سینه. حاج آقا اسم شریفتون چیه؟ من محمدی. آقای محمدی چند وقتی توی این کار هستی؟ من تقریبا 46 سال. 46 ساله همینجا با میسین همیشه؟ همیشه کارتون همین لبو و باقالی؟ آره زمستون لبو باقالی، تابستون آلبال و زرشک و فالودا. اینجا اسم این منطقه چیه؟ اینجا مرتضوی و اسکندری. تهران؟ تهران مرتضوی اسکندری نزدیک نبا. داغ تنوریه، داغ لبو، ملهم سینه لبو. روزگار چطور حاج آقا؟ خوب میگذره؟ شکر خدا. با این وضعیت گرونی از تهران خوبه؟ راضی هستی انشاءالله؟ راضی هستم شکر خدا. خب خدا رو شکر. سلامت باشید. خیلی ممنون. خوشحال شدیم دیدیم شما رو. قربان شما. خداحافظ شما. ممنون.的吧，这是我们的。对，我想起一个大的。不会，那主要跟大家的了。我去哈，我这样子想的吧，这是我们的。我们回来的呀。我们现在都是去哈，都不好。سلام آقا. سلام آقا. سلام باشید. خوب هستی؟ قربانه. میشه خودتون معرفی کنید؟ معرفی من حسن هم دارم. حسن آقا. اینجا کجای حسن آقا؟ اینجا سرزمین کودکی حاشیه میلان چنده اینجا؟ منطقه 10. چند وقتی تو این کاری؟ من 10 سال. 10 سال. از کارت راضی؟ آره شکر خدا. روزگار میشه؟ آره بابا چیکار یه حالت 280. حسن آقا دست شما در آقا متشکرم. قربان